ما اول یک سه دایره رو تصور کنیم. دایره کلان که جهان باشد، دایره خردتر که منطقه ما آسیای میانه و دایره باز خردتر تاجیکستان. اگر همین وضعیتی همین لحظه رو در جهان، در منطقه، در تاجیکستان در اول کوتاه بینیم، اگر ما دقیقاً به همونجا میرسیم که چرا همین ملاقات لازم بوده است. خب یکم ببینید جهان امروز یک جهان ناآرام، وضعیت مرکب و همین ملاقات هم با همین گونه بعد تبریک ماه شریف رمضان با همین جمله ها شروع شد که من میخواهم امروز درباره من دقیقاً ثبت کنم برخورد فرهنگ و تمدن ها، تفریقه و نزاع‌های دینی و مذهبی، گسترش به سابقه تروریسم و اکستریمیسم دینی، سیاست دوگانه نسبت به گروه‌های افراطی و وسیله استفاده قواهای گوناگون منفعت‌خواه قرار گرفتن آنها و اینچنین تأثیر آنها به دولت و جامعه ما صحبت کنم. پس همین خودی پیشوای ملت موضوع صحبتش رو بیان کرده است که مثلا جهان چگونه است و من چی میخوام بگویم. و چند پیش، یک هفته 10 روز دیگر پیشتر، در پیام شادباشی که به مناسبت روز قوای مسلح پیشوای ملت ارائه کردن، در اونجا یک تصویری بسیار روشن از جهان امروز دادن که به نظر رهبریت تاجیکستان وضع امروزه جهان چگونه است. همونجا هم یک سرخطی مشخص است که میگه که وقتهای اخیر وضع جهان تا رفت مرکب و بحرانی گردیده استوده است. این ارزیابی رهبریت تاجیکستان که وقتهای اخیر وضع جهان مرکب و بحرانی گردیده استوده است. روندی از نو تقسیم کنی دنیا مشاهده می شود. روندی یراقناک شوی با شتاب، آغاز مرحله نوی جنگ سرد و تهدید و خطرهای معاصر مثل اکستریمیسم، تروریسم، قاچاق سلاح، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌ها تا رفت شدت گرفته استادند. و خلاصه میگن که انسانیت به مرحله نهایت حساس و خطرناک وارد شده است که تاریخ چنین دوره رو یاد ندارد. یعنی اقتباس. این اقتباس چرا مهم است؟ چون که پرزیدنت همچو پرزیدنت، همچو سردار این دولت، همچو سرفرمانده قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، همچو یک شخصیت سیاسی بسیار با تجربه جهان امروزه را چنین تفسیر کرد. این ارزیابی رهبریت تاجیکستان درباره جهان امروز. و چرا این من تاکید میکنم؟ چون که آدم وضعیت را چگونه فهمد همون گونه رفتار میکند، همون گونه موقع میگیرد. اگر خیالش باشه که یگان گپ نیست، گفت شما همه گلای آرام هستند، ولی اگر تصور این باشه که جهان در حالی مرکب و خطر است، تصمیم گیری، سیاست، موقع وابسته به شکل میگیره. بنابراین همین چیزی که گفتم، یعنی فهمیش و ارزیابی رهبریت تاجیکستان درباره جهان امروز. و سوال ما این است که آیا همین فهمیش تا کجا با تحلیل‌های کارشناسی مطابق است؟ در حقیقت آموزشی که ما درباره جهان امروز میکنیم نشان میدهد که جهان امروز در حقیقت یک جهان بسیار مرکب، ناآرام و وارد یک مرحله کاملا نوی شده است که سابقه نداشت. از جمله اگر بسیار مشخص گپ بزنیم، در همین لحظه که ما و شما صحبت داریم 70 کشور جهان در نزاع‌های گوناگونی حربی و امنیتی کشیده شدند. 70 کشور.
مثلا در یک همین نزاع اوکراین و روس در ائتلاف ضد روسیه بیش از 50 کشور عضویت دارد، سلاح میتید، کمک میکند، ضد روسیه مبارزه میکند. در یک ائتلاف ضد حوثی های یمن که در دریای سرخ ادامه دارد ولی 13 کشور اعضاست. مثلا در بحران فلسطین شما ببینید 10 کشور به هر شکل شامل است. یعنی به حساب من 76 کشور جهان همین لحظه درگیری بعضی نزاع‌ها و از جمله در حدود 23 کشور همین لحظه جنگ یا ناآرامی ادامه دارد، یا موشک اندازی است، یا هجوم به سرحد است، یا جنگ شهروندی است، یا جنگ دو طرف بیرون و داخل است. خلاصه این و این منظره جهان. و اگر برای که ما تحلیل گئوپلیتیکی و امنیتی جهان نکنیم، وقتی زیاد با اون صرف نکنیم، من میخوام از همین هفته اخیر، فقط همین هفته اخیر رو، همین سرخط خبرهای جهان رو در هفته اخیر پیش رو بیاریم، میبینیم که در حقیقت یک موج نوی رویارویی و مخالفت شدید آغاز شده است. مثلا این هفته روسیه 3 عملی بسیار جدی کرد. یکم این که تمام همین حوزه های نظامی خود رو از نو بازسازی کرد. فرمان رئیس جمهوری روسیه درباره اوکروگ های حربی میگن اونا. یعنی روسیه را غیر از اینکه ولایت و منطقه است، باز با اوکروگ های حربی تقسیم میکنن از روی نقشه جنگ و دفاع. بنابراین فرمان نوی پوتین درباره اوکروگ‌های حربی را ببینید. 2 اوکروگ نوی حربی ساخته شده اونجا، از جمله در سمت سنت پترزبورگ، در سمت مسکو، و همه کارشناسای چه روس و چه خارجی همه باور دادن که این آغاز آمادگی با رویارویی با ناتو هست، چون که تمام قدرت نظامی با او سمت میبرد. دوم، در همین 2 مصاحبه‌ای که اخیراً ولادیمیر پوتین داد و از جمله همین دیروز یک مصاحبه کلان، همین دیروز بعد از فیروزی داد، او گفت که ما به جنگ هسته‌ای کاملا آماده هستیم. 95% تمام سلاح هسته‌ای روسیه در این 2 سال بازسازی شد، در حالت آماده باش قرار داده شد. اگر کمترین تهدید به موجودیت دولت ما شد، ما آماده این رو براه اندازیم. یعنی این جدیترین تهدید هسته‌ای در 10 سالهای آخر است که در این سطح گفت که ما هم از نظر تکنیکی آماده ایم، هم از نظر اراده آماده ایم. کسی اگر جرأت کنه که به ما خلل به هستی ما رساند. از طرف دیگر غرب، ببینید همین 4 نکته 4 اظهارات اخیره ببینید. مثلا وزیر مدافع آمریکا گفت که اگر اوکراین شکست خورد، ما با روسیه به جنگ روبرو وارد میشیم. این دوم، ناتو در این جلسه آخرش گفت که ما تا 1 میلیون دانه به سرنشین برای اوکراین استحصال میکنیم. 1 میلیون. حالا این کجاش تبلیغات است، کجاش راست است، ما روحیه رو در نظر داریم. سوم، پرزیدنت فرانسیا ماکرون اظهار داشت که ما آماده ایم نیروهای زمینی رو وارد اوکراین کنیم از اروپا. یک اظهاراتی که جنجال زیاد اطراف شد. چهارم، یک شخصیت مشهوری قوی اروپا، بوریس جانسون، سابق سروزیر بریتانیا، در این مصاحبه دیروزش گفت که خوشبختانه همین جنگ اوکراین باعث شد که اروپا دوباره هوشیار شد. همین 2 سال اخیر گفت که اروپا همین در 10 سال اخیر دیگه خودش قدر امنیت احساس میکرد که همه کارخانه‌های نظامی بسته شده بودند، استحصال سلاح تمام شده بود. ولی حاضر گفت اروپا به سرعتی که در دوره جنگ دوم جهانی بود استحصال عراق رو سر کرد. فرانسه، گرمانیا، بریتانیا، همه ایتالیا، همه کارخانه‌های سلاح رو دوباره احیا کردند. گفت که روغناش از نو شکیدیم.
یعنی که کارخانه فعال شدن و استحصال سلاح در اروپا به طور تاریخی به سابقه حاضر ادامه دارد. کی گفت 10 سال پس اروپا پورا مسلح میشد. خب این اظهاراتو برای چی اینا رو یادآوری کنیم که یعنی همون سخنی پیشوای ملت درباره اینکه جهان به مرحله نوی مرکب وارد شد و تحلیل‌های اطلاعاتی و علمی و مرکزهای علمی موافقت میکند. منظور همین بود که در حقیقت یک اظهارات سیاسی نبوده است بلکه یک ارزیابی دقیق وضعیت جهان که دیگران به همین قائلن و ما نه تنها به این قائلیم بلکه رو میبینیم در همین روندی هر روزه میبینیم ولی در آخر با این برمیگردیم. اکنون میریم به حلقه دوم، آسیای مرکزی، منطقه‌ای که ما در اون زندگی میکنیم. اکنون مفهوم آسیای مرکزی از همون طوری که در دوره شوروی آسیای میانه و قزاقستان میگفتند و بعدا در بعد شوروی آسیای مرکزی گفتیم، در همون شکل اون را حالی هم ما قبول داریم و دوام میتیم. بحث آسیای مرکزی کجاست مطرح نمیکنیم، ولی اینکه منطقه آسیای مرکزی در اکثری تحلیل های غربی و روسی و غیره و غیره همچون منطقه بعدی احتمالی انتقال ناآرامی ها پیش بینی میشد. این هفته وزیر مدافعه روسیه سرگئی شویگو در سخنرانیش گفت که در اون طرف سرحد حدود 14,000 نفر جنگیان مسلح قطار استادند تا وارد آسیای مرکزی شوند. این در سطح عالی دولتی را گفت. پیشتر رئیس خدمات فدرالی امنیتش گفته بود. از طرف اودکب این رقم صدا داده است، بارها همه شناسه. یعنی در تحلیل‌های کلان جهانی آسیای مرکزی رو منطقه احتمالی آغاز نزاع‌های نو می‌بینند و در همین میان تجربه جهانی نشان می‌دهد که یکی از مهمترین اساسی ترین ابزاری که یا انسترومنتی که همین کشورهای ابرقدرت برای ضربه زدن به هم در این منطقه استفاده میکنن همین افراط‌گرایی دینی و گروه های افراطی دینی است. ببین ما منبع خطر از کجا آمدنش بگیم. از این رو تجربه طالبان یا به قدرت آوردن طالبان، ما تو نمیگیم به قدرت رسیدن طالبان، میگیم تجربه به قدرت آورده شدن طالبان در افغانستان نشان میدهد که اگر منفعت های قدرت ها تقاضا کند اینا چه گروهی باشد دستگیری میکنند. گروه افراط‌گرایی را هم دستگیری میکند، گروه تروریستی را هم دستگیری میکند. و در همین تجربه طالبان ما دو چیز رو دیدیم. یکی همین که اگر منفعتاشون تقاضا کند همه گونه گروه دستگیری میکنند. دوم این که اگر منفعتها تقاضا کند همه یعنی شرطنامه و قرارداد و قانون و که سالهای سال ما قبول کردیم با هم با این کشورها همشه در یک لحظه پامال میکنند. یعنی خیلی انتظار که اینش شریک استراتژی، اینش پارتنر اوید به مبارزه با تروریسم، این چیزها همش در یک لحظه هیچ میشد. انا این تجربه آوردن طالبان از نظر حقوقی شفتیم، از نظر ایدئولوژی تجربه و سر قدرت آوردن طالبان تمام گروه های افراطی رو هوشیار کرد و اونا چنین سبق داد که اگر شما قوی باشید قدرت گیرید این همش با اعتراف میکند، همش میاید با شما کار میکند. یعنی که روحیه افراط‌گرایی رو در منطقه ده چندان کرد، اونا رو خیلی امیدوار کرد. این بسیار مسئله من این ببینید همین دیروز همه کشورهای آسیای مرکزی از جمله ما با طالبان
قرارداد کاس 1000 رو امضا کردیم با گروهی که در قانونگذاری همه این 5 کشور امضا کردگی همچون گروهی تروریستی اعتراف شده است و ایستاده است. یعنی این 5 کشور با گروهی تروریستی رسمی که در قانونگذاری خودش نشست طالبان گروهی تروریستی قرارداد امضا کردند. ولی ما آخران همه کشورها 2 ساله امضا دارند. پس نکته مهم این است که همون چرا ما خطر رو زیاد احساس میکنیم؟ چون که همون اراده بین المللی چارچوب شکل گرفته بین المللی مبارزه با تروریسم شکست خورد. مثلا من سردار ریاست خارجه بودم، فقط با همین خطای ها میخوردیم، با ازبک ها میخوردیم، با روس ها میخوردیم. مسئله همین بود که ما یک جای با تروریسم مبارزه میکنیم. نیم و کمکاری های ما نامش بود مبارزه با تروریسم. نام کنفرانس هم خیلی نبود، مبارزه با تروریسم. انا کاز ما با همین چینی ها اگر صحبت کنیم، او که ما با مبارزه با شما با تروریسم مبارزه میکنیم، ما آقا تروریسم ما هم طالبان در نظر داشتیم، شما ایرا گرفته سفیرش قبول کرده رسمیت بخشیده. بنابراین همون باوری بین المللی به این که همه کشورها مخالف تروریسم است، هیچ کسی اجازه نمیده اگه گروه بیاید، همین شکسته شد. همه بعدش چون که ما دیدیم که کشورهایی که پیش صف و مبارز اساسی ضد تروریسم بودن و ما رو همیشه طلب میکردن که بیایید یک جایه با این گروه ها مبارزه کنیم، اکنون اینا آمدن پارتنر اساسی تروریستا شدن. من چرا کلمه تروریستا استفاده میکنم؟ چون که در قانونگذاری همه همین دولت ها حاضر همین کلمه همین گروه با همین نام ایستاده است. ما خیلی همچون تهمت یا همچون موقع نگفتیم، حتی همچون زبان درست حقوقی که گروهی تروریستی نام داره دیگه. اگه چنین انا ببینید، برای همون کشورهایی که ما رو به این دعوت میکردن که بیا با این گروه ها مبارزه کنیم، حاضر ما رو فشار آورده ایستادن که چرا شما این گروه تروریستی رو اعتراف نمیکنید. من ولی مشکلی ما این است که قریب همه شریکای استراتژی ما از ما رنجیدگی که چرا شما طالبان اعتراف نمیکنید، چرا با همکاری نمیکنید. اینا ما کرده ایستادیم. و ببینید تا همین حد همین کار بیشرمانه بگیم رخ داد که حتی لازم ندونستم مثلا که اول در قانونگذاری حداقل یک قرار قبول کنه که از کاتگوری گروه تروریستی برآرد، بعد مناسبت برقرار کند. همین در این زمان که در قانونگذاریش همون گروه هم چه تروریستی اعتراف شده، امضای رئیسش ایستاده است، با در این زمان قرارداد امضا کرده است، رابطه کرده است. این نشون میده که پس ما خیلی واقع بین‌تر باید باشیم که اگر تقاضای منافع قدرت ها می شود که در آسیای مرکزی یک نوع رو میکنن و میکنن، هیچ قرارداد ضد تروریسم ایرا نجات نمیده. و چیز آخری که در باره منطقه گیم این است که ما یک تصوری کلاسیکی ژئوپلیتیکی داریم در باره اینکه قواهای گوناگون، قدرت‌های گوناگون با آسیای مرکزی به مقصدی منبع‌های این منطقه می آیند، منبع‌های بزرگ آب و انرژی و زمین و پخته و چیز. ولی این در جای خودش ایستاده است، ولی وضعیت نو به این دخل ندارد. وضعیت نو خیلی است که شاید به خاطر ضربه زدن به همدیگر این کار میکنن. مثلا از مثال لازم است خیلی که مثلا اینا روسیه و ایران و اینا اما بحران فلسطین زنده کردن به خاطری که امریکا اوجا مشغول باشد، ممکن که اونا آسیای مرکزی را ناآرام کنن برای که چین و روسیه اینجا مشغول باشد. حالا اینجا گپ درباره انرژی و زمین و آب و نمیره دیگه. این وضعیت اپراتیویش هم خیلی. بنابراین این وضعیت نوی پیش آمده احتمال دارد که آسیای مرکزی رو به منطقه ناآرام تبدیل کند و در همین کار محض افراطگرایی و گروه های افراطگرایی همچون اینسترومنتی ناآرام کردن، اینسترومنتی تطبیق همین سیاست ها استفاده شوند. و ولی 22 گروه
میده و کلان در افغانستان فعال است و بینید همین دیروز ترامپ در برنامه انتخاباتیش گفت که 85 میلیارد دلار سلاح در افغانستان ما مانده آمدیم. این 85 میلیارد دلار از جمعی سلاح‌های ارتش‌های تمام آسیای مرکزی زیادتر است، هم به ارزشش، هم به صفتش، هم به مقدارش. یعنی 5 کشور آسیای مرکزی در یک جایگی برابر طالبان سلاح ندارن حاضر. مثلا اینا هم آمارا ببینید، کشورها مثلا 50 تانک داره، 60 تانک داره، 80 تانک داره، اونا 800 تانک دارن. مثلا 7000 بتر دارن طالبان. با کشور آسیای مرکزی مقایسه نمیشد. حتی او با روسیه، با چین، هند مقایسه کردن ممکن. یعنی بزرگترین ذخیره سلاح همینجا مونده است و این کار میکند یکون وقت. بنابراین سلاح هست، نیروی مسلح جنگنده ها هست. اگر یک اراده گئوپلیتیکی شود ممکن که بحران به وجود بیاد. یعنی این وضعیت منطقه. سوم میگیم حلقه سوم با تاجیکستان، یعنی با جمهوری تاجیکستان همی وضعیت چگونه تاثیر و تهدید داره. زیرا مو جمله اولی پیشوای ملت چی بود؟ این چنین تأثیری آن به جامعه و دولت ما. اینش میگیم. یعنی تاجیکستان همچه یک کشوری مرزی آسیای مرکزی واقعا با خطرهای جدی در این وضعیت روبرو است و ما درباره این خطر دو سطح فهمیش داریم یا دو نوع فهمیش. یکی این که خطر فیزیکی و امنیتی، به این معنی که این گروه ها میان امنیت جامعه بر هم میخوره، ثبات بر هم میخوره، ممکن جایی را اشغال میکنه، جایی را میترکاند، کسی را میکشد. این نامش خطر امنیتی. این یک فهمیش عنعنوی درباره خطر گروه های افراطگرایی است. همین بسیار خوب کار کرد. اگر ما نیروهای مسلح تاجیکستان مثال گیریم یا قزاقستان گیریم یا ازبکستان گیریم، منطقه ما برای مخالفت با افراطگرایی از نظر فیزیکی خیلی آماده شدگی است، از نظر حقوقی، فیزیکی. چون که همین سالهای اخیر تمام همین کشورها قانونگذاریشون اوید به همین مبارزه از نو کردن، نیروهاشون از نو ساختن. همه وزارت و اداره‌های قدرتی زیر ساختارهای مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم دارد، نیروهای تیار شده دارد، ولی این در حالت خطری سخت، میگم خطری سختی که به طور فیزیکی اگر آمد. ولی سطح دوم خطر این تهدید تمدنی است. تهدید تمدنی، ارزشی، تهدید به ارزش‌های اساسی ملی، تهدید به خود موجودیت ملت همچون گروه اتن فرنگی، تهدید به موجودیت دولت. این سطح مهمتر متاسفانه در دایره‌های هم کارشناسی هم اداری این کشورها مهم گرفته نشده است یا بگیم درک نشده است. ولی انمی آمدن طالبان امیر هم نشان داد که دیگر وی آمده فقط ساختار را دیگر نمی کند، اومد ایدئولوژی دیگر میکند، ارزش را دیگر میکند. این آمده زبان من کرد است، فرهنگ من کرد است. یعنی البته این تهدید فیزیکی امنیتی خالی نیست، این تهدید ارزشی تمدنی است. انا برای همین ما میگیم که در همین خیل حالت ما با همین دو سطح خطر روبرو هستیم، هم خطر فیزیکی امنیتی، هم خطر ارزشی تمدنی که دومش با بسیار مهمتر است که درباره میگیم. پس در همین خیل لحظه هم یک
اصطلاح است، توازنی حیاتی ملی. توازن بالانس است. بالانس یعنی که نسبتی این یا این وزن به هم دیگر، اینش بالاتر است اینش پایینتر، بالانس. اگر یک حالتی برای ما مطلوب که در همین حالت ما را قبول داریم، هم را میگیم حالت بالانس، حالت قابل قبول. اگر از نظری حالت پیش آمده توازنی حیاتی ملی برای تاجیکان این است که باید حالت تأمین شود که ارزش‌های ملی، منفعت‌های ملی در اولویت قرار داشته باشند. یعنی ارزش‌های ملی باید حکومت کنند، معین کننده باشند و ارزش‌های دیگری که هست، چی دینی است، چی ایدئولوژی است، چی سیاسی است، اونا حالت دوم درجه باید داشته باشه نسبت به ارزش‌های ملی. انا میگیم بالانس حیاتی یا توازن حیاتی ملی. و اگر در نتیجه همین تغییراتی که در فضای ایدئولوژی، فضای فکری آمده استاده است، همین بالانس ویران شود، این باعث میشه که یک زنجیره تهدید آغاز شود که اول تهدید به ارزش‌ها، بعد تهدید به فرهنگ، بعد تهدید به ملت، بعد تهدید به دولت. بنابراین ما وقتی که با یک عنصر بیگانه مبارزه میکنیم، مثلا این نیست که ما همون را بد میبینیم یا با همون مخالفیم، این بحث ایدئولوژی هم نیست. ما آغاز زنجیر میبینیم که وارد شدن عنصر بیگانه، ضربه خوردن ارزش‌های ملی، شکست خوردن فرهنگ ملی، بعدا نوبت ملت، بعدا نوبت دولت. یعنی این در اصل حمایه دولت رفته است از در روند. اما استاد عینی اگر میدید که یک کلمه خطا است، یک جمله خطا است، زود اظهارات میداد، بعد میگفتن که اینقدر خورده‌گیری میکنه، میگفت من با کلمه کار ندارم، ولی اگر همین اجازتی هم زبان نابود میشد. بنابراین همین پروسس دیدن لازم. از همین رو ما همین خیلی لحظه ها در تاریخ خود داشتیم که اگر ارزش‌های دینی یا خرافاتی یا ایدئولوژی، این وابسته به زمان است، اگر ارزش‌های بیگانه غالب باید، ملت شکست خورده است. مثلا دو مثال میارم. یکی بینید حالتی که ارزش‌های دینی بر ملی غلبه کرد، دوم حالتی که ارزش‌های ملی بیگانه غلبه کرد. مثلا همین در شکست دولت سامانیان، این روایت رو در تمام کتاب‌های تاریخی است میدونیم. من بارها گفتم، دیگرها هم گفتن، در همین سخنرانی هم بود که چرا دولت سامانیان شکست خورد. چون که وقتی که قراخانیان از صحرا به سامانیان هجوم کردند، سامانیان به علمای دینی مراجعه کردند که قواهای کلان به کشور هجوم دارد، برای نجات دولت باید مردم رو به جهاد دعوت کنیم. خیزانید مردم، یعنی گفته که شاه، همون شاهزاده منتصر همه را جمع کرد و گفت که در مسجد بخارا که در نماز جمعه فردا مردم به جهاد خیزانید، قواهای کلان هجوم داره. بعد علما 6 تنه گفتن که نه جناب پادشاه، در همین حالت جهاد فرض نمیشد، چون که همون قراخانی هم مسلمان است، همون قراخانی هم لا اله الا الله میگه، همون قراخانی هم کلمه شهادت میگوید، چرا زیدی و مبارزه کنیم؟ خیلی او آمد گرفت، ما میشیم امامای قراخانی. فرقش چی است؟ برای همین از روی شریعت همین حالتی پیش آمده ده، جهاد فرض نیست. اگر کفار هجوم میکرد خیلی ما میخسته. ببینید همین لحظه که در اکثر کتاب تاریخی ما آمده است، نشان میدهد که همین حالتی که تفکر دینی بر تفکر ملی غلبه کرده است. و دیگر نگفت که ما تاجیکان باید دولت ملی خود را حفظ کنیم،
گفت که هم لا اله الا الله میگه فرقش چی است تو او بیای حکومت کنه. اینمی حالتی ویران شدنی بالانس. اگر تصور کنی همین افکار امروز باشد، بگیم که ما ضد طالبان مبارزه میکنیم، دو ملا خیزن گن که همون طالبان لا اله الا الله میگه آخه چرا باید ضد او مبارزه کنیم؟ یا قرقیز اگر یا همسایه دیگر هجوم کند، ما گیم که خیزید به حمایه وطن، اون گفت اونها مسلمانن چرا مبارزه میکنیم؟ انا خطری همیخی تفکر در کجاست؟ یعنی اگر حالت پیش آید که ارزش‌های بیرونی بر ارزش‌های ملی غلبه کند، این ویران شدنی توازن. مثال دوم در این تاریخ سالهای 20 خودمان، 20 عصر گذشته شما بینید اینجا مسئله دینی بود، ولی در وقت تقسیم تاجیکستان همه آثار تاریخی نمی خوشبختانه پگو 15 است. پگو روز اعلان شدن جمهوری تاجیکستان است، 15 مارس اعلان شده است. خب خوشبختانه گفتیم 100 سالگیش است و در این وقت تأسیس تاجیکستان گفتن که جمهوری ها رو از روی ملت ها تقسیم کنیم و یک سلسله تاجیکانی با سواد آموخته درس خوانده مغزهای ملی ما، از جمله فیض الله خوجایف، از جمله پروفسور عبدالرؤوف فطرت، از جمله خود عبدالقادر محیدینوف در دوره اول، اینا اومدن گفتن که این ملت مایده را چکار میکنیم؟ ما با جهان بزرگ ترک تعلق داریم، همون دولت الهیده تاجیکی کردن شرط نیست. حال چرا این روز من اکادمی علم ها میگه هیکلی عبدالله رحیمبایف از خوجند بکنیم؟ چون میداره پیش استالین میگه که چیز به نام تاجیک نیست، خیلی ما همه ترکانیم. چرا هم خیلی شد؟ چون که در امی سالهای 1910 حالت شد که گروه بچه ها رو به ترکیه برای خواندن روان میکرند. یعنی یک نسل اینتلیجنس زیاییانی تحصیل کرده در امپرای ترکیه با وجود آمد که اونا با یک جهانبینی ملی ترکی وارد صحنه شدن و همون آمدن گفتن که همون دولت تاجیکی الهیدت در کار نیست، با همون هم نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور اینا با عریضه همینو کشتن. با بنابراین همین چی حالت است؟ حالتی که یک ایدئولوژی بیرونی در ذهن مردم غالب میشه و او در خلاف منفعت‌های ملی خود قرار قبول میکنه. چون اونا آدمای اولی همون جامعه بودن، همین فیض الله خوجایف و عبدالقادر محیدینوف، اینا 2 میلیاردری بخارا، پسری 2 شخصیتی که بخارا رو اداره میکردن، تاریخی دیگره. و اینه در نظر دارم که وقتی که ارزش‌های بیرونی غلبه کرد، قرار سیاسی و تاریخی بر ضد ملت قبول میشه. این 2 مثال. این سامانیان حالتی که اندیشه دینی بر ملی غلبه کرد. انا علی سال 24 حالتی که ایدئولوژی ملی یک گروه غلبه کرد بر افکار ملی. اگر همین خیشان با طبق حساب اکادمیک سیمومین یتیموف که در مقاله شما آوردن، همین کار 13 بار در تاریخ ما شده است. همونجا هم خیفته است که 13 بار ما صاحب دولت ملی شدیم و اکثری وقتها به سبب از دست رفتن یا از جایگاه خود غلطیدن اندیشه‌های ملی یا ویران شدن همین توازن این دولت باختیم. خب اکنون همه همی رو جمع بس کنیم. ما گفتیم که یک زنجیره تهدید است که شما همی را در ذهنتون مثل یک
اگر شود در پیشانی نوشته نشود ای درون نوشته مونید که زنجیره تهدید همی خیلی است. اول تهدید به ارزش‌ها، اینا میگه زبان دخیل، جشن دخیل، نوروز حرام، اول تهدید به ارزش‌ها، بعد وقتی که ما تهدید به فرهنگ و فرهنگ که شد تهدید به ملت که رفت تهدید به دولت. انا همین خیل آغاز یک روندی فرو بردن دولت و ملت ما هستیم. امروز وضعیت پیش آمده است که تاجیکان همچو ملت، همچو فرهنگ، همچو ارزش در تنگنای تمدنی قرار گرفته است. انا میگم تنگنای تمدنی، تنگنای یعنی حالتی که از همه طرفا محکم فشار. انا همین نوم همین وضعیت هم میگم تنگنای تمدنی. تنگنای تمدنی به این معنی که مثلا ما همچون یک جغرافیا، همچون یک فرهنگ، همچون یک ملت، همچون یک ایده بین چندین لایحه موندیم، بین چندین ایده، بین چندین خریطه، بین چندین هدف موندیم. من از این طرف ایده افرادگرایی اومده استوده است با شعارش، با تعلیماتش، با خریطش که در او خریطه ما نیستیم. از او طرف من ایده برادرای ترک اومده استوده است، اینا تورانی بزرگ، اینا اتحاد ترکی، اینا حوض ساخت لشکری ترکی، ناتوی ترکی و خریطش هم کشیده است برابر است. بینید تاجیکستان نیست، همچه سرزمین های اینا رفت. از او سو غربی، ایده های غربی، آسیای مرکزی بزرگ که در اوجا نما هستیم، نه کشورمون هست، همونا فرو میبره. بنابراین حالی بعض کشورهای دیگری کلان منطقه هم خریطه ها و نقشه های خود را دارد که اینجا نگوییم. بنابراین ما عملا در بین چندین نقشه و خریطه و ایده قرار داریم که در هر یکش ما را در خودش فورید کرده است. انا می نومش تنگنای تمدنی. انا در همی حالت دولت ما جمهوری تاجیکستان و حفظ آن اهمیت حیاتی پیدا میکنه، زیرا از همه طرف ها هم خیلی استادن لایحه هایی که ما رو فرو میبره در دراز مدت، همین تنگنای تمدنی. و در همین حالت سه چیز است که عادتا همین ملت خیلی حفظ میشد. سه چیز اگر داشته باشد حفظ میشد. تجربه ما، تجربه تاریخی و محتوای خود من میگم که برای که در همین شرایط امروز یک ملت حفظ شود سه چیز داشتنش حتمی است. یکم جغرافیا، یعنی حتما تریتوریایی معین باشه که همون ملت در اوجا زندگی کنه. دوم تشکل سیاسی، یعنی دولت، نظام دولتی، حکومت. سوم نظام ارزش ها. نظام ارزش ها یعنی محیطی که در اوجا همون زبانش، فرهنگش، دینش، مذهبش، ارزش های ملیش حاکمیت داره. انا که بینید ما اگر روند تاریخی نگاه کنیم، من بارها گفتم اینا تکرار نمیکنم، ما امروز در نسبت با اون گذشته دور و کلان و بزرگمون همگی 1% حدود جغرافیای تاریخی ما در دست داریم. 1%. من تاجیکا امروز 1% خاک تاریخشون دارن تمام. حتی با همین دولت سامانیان قیاس کنیم که دولت کلانی تاجیکی، جمهوری تاجیکستان امروز 3.5% خاکی سامانیان است. 3.5% تریتوری سامانیان ما، یعنی 97% رفته است. پس جغرافیا 1% مانده است. انا از این نظر میگیم این آخرین شانس، آخرین پناهگاه، آخرین جایست که پایت مانده استاده میتونی همچون تاجیک. بنابراین جغرافیا بسیار مهم است. چرا از پنشهر خالی کرد شد از طالبان؟ هم میدونه که پنشهری در کابل و در دوشنبه و در لندن دیگه پنشهری نیست.
و یک نسل دو نسل پس تمام میشه و در همون جغرافیا معنا داشت جسارت و بزرگی و حماسه او، ولی وقتی پراکنده میشه تمام. بنابراین ملت در جغرافیا در زیر سایه حکومت خود و در محیط ارزشی خود حفظ میشه. این گمان که اگر تاجیکستان نباشه در فیسبوک و در اینترنت گروهی زبانی تاجیکی، گروهی تاجیکون، این یک نسل طول کشه، 10 سال طول، این تمام میشه میرد. یعنی تنها در جغرافیا. انا اینجا ما باید دیگه ایدئالیست نباشیم، بلکه بسیار بی‌رحمانه واقع بین باشیم که اگر همین جمهوری تاجیکستان همچون گیوگرافی، همچون جغرافیا و همچون دولت از بین رود، دیگر تاجیکان شانسی بقا ندارن. همون گونه که در منطقه دیگری که 100 سال پیش تاجیک نشین بود، دیگر جغرافیا رفت، دولت رفت، دیگر نیست. از همین رو ما چی میگیم که بقای جمهوری تاجیکستان و بقای تاجیکان امروز با هم پیوسته است. اگر همین دولت همچون گیوگرافیا و همچون دولت از بین رود، تاجیک با سرنوشت تاجیکای آسیای میانه با سرنوشت تاجیکای افغانستان روبرو میشد و اون وقت بقاش زیر سوال میره. از این رو با همون به زنجیره برمیگردیم که چه بود؟ اگر تغییر جهان بینی شود، با تغییر ارزش ها میشه، تغییر ساختار میشه، تغییر دولت میشه، با همین تمام. همین سخیمه اساسی که ما امروز را درک کنیم. و من چی گفته بودم که ما چرا میگیم ارزش های مهم است؟ چون که ما ملتی حقوقی سیاسی نیستیم، ما ملتی تمدنی و حقوقی هم اساسا. چخیر؟ یعنی که ما مثلا با یگان قرار، با یگان فرمان همین یا تاجیک سابقی خشدگی نیست. این تاجیک در روندی تاریخی همچون تمدن، همچون هویت شکل گرفته است. برای می گفتن که تاجیک نام یک ملت نیست، تاجیک نام یک فرهنگ، نام یک تمدن، نام یک سیستم ارزشی است. بنابراین همونو که از بین رود، این همچون ملت از بین میرد. جهان نمیخیل، منطقه نمیخیل، توازن نمیخیل. خطری بزرگ پیش آمده است که اونا هجوم به فرهنگ، به اندیشه ما آغاز شده است و دوامش انوین میشه مسئله دولت پیش میبیاد. همچون اهل زیا اگر شما میگیم ما چیکار کنیم، ما غیر از اون رسالت کسبی که هممون داریم، رسالت کسبی، عالم، محقق، وکیلیم کسی هستیم، باز رسالت ملی داره. رسالت ملی این است که در کنار او رسالت کسبی ما باید در برابر سرنوشت ملت، فرهنگ، دولت، زبان، ارزش‌های خود حساس باشیم. بنابراین در برابر رسالت کسبی، رسالت ملی خود را هم همه اهل زیاد درک کند. انشاءالله وظیفه هایی که در این ملاقات مانده شد همش تطبیق میشن. تشکر زیاد.